جهت ریست سنسور زاویه فرمان این خودرو از قسمت اروپا وارد میشیم و آلفا رمو انتخاب میکنیم و خودروی جولیتا. پس از وارد شدن به منوی اصلی جهت انجام این عملیات شما باید یونیت ABS را انتخاب بکنید. پس از کانکت شدن دستگاه دیاگ به یونیت شما تمام گزینه‌های ABS که میتونه روی این یونیت داشته باشید و مشاهده میکنید. عملیات ویژه شماره 6 مربوط به ریست سنسور زاویه فرمان هست. پس از تایید منتظر میمونیم تا دستگاه دیاگ شماره معکوس انجام این عملیات را به همون نمایش بده. پس از مشاهده پیغام و مطمئن شدن از انجام این عملیات میتونید از این قسمت خارج بشید. در صورتی که حین رانندگی چراغ ABS و ESP همزمان شروع به چشمک زدن کرد و در قسمت خواندن کدهای خطا مربوط به سنسور زاویه فرمان بود، از این گزینه میتونید مشکل را برطرف کنید.